من یه عادتی دارم که شاید خیلی‌ها درکش کنید. دوست ندارم مسئولیت زندگیم رو دوش کسی باشه. دلم خواد کارهای شخصیمو خودم انجام بدم. اگه کاری از دست خودم بر بیاد، از کسی نمیخوام برام انجامش بده. و این از سر غرور و بی‌اعتمادی نیستش، بلکه فقط دلم نمیخواد کسایی که کنارشون هستم ته دلشون بگن چقدر این آدم برای ما زحمت داره. حتی وقتی با کسی معاشرت میکنم، حواسم هست که حضور من برای اون آدم تبدیل به مسئولیت نشه. من دوست ندارم آدمو مجبور به دوش کشیدن زندگیم باشم. برای همینه که خیلی وقتی خستم خودم ادامه میدم. وقتی چیزی لازم دارم خودم دنبالش میرم. وقتی مشکلی دارم اول سعی میکنم خودم حلش کنم. چون یه چیزی رو یاد گرفتم. آدم مستقل کسی نیست که به هیچ کس نیاز نداشته باشه. آدم مستقل کسی که نیازهاشو تبدیل به وظیفه آدمهای دیگه نمیکنه و اتفاقا قشنگترین رابطه‌ها هم همینجاست. جایی که دو نفر از روی انتخاب کنار هم باشن، نه از روی اجبار. جایی که میتونی بگی من از پس خودم برمیام اما دوست دارم تو کنارم باشی. شاید استقلال واقعی همین باشه. اینکه کسی رو به خاطر دوست داشتنت مسئول زندگی خودت نکنی. آدم‌ها رو دوست داشته باشی اما بار زندگی تو رو دوششون نذاری، چون عشق وقتی قشنگتره که انتخاب باشه، نه زحمت. اگه تو هم همین شکلی فکر میکنی و همیشه سعی کردی بار خودت رو خودت به دوش بکشی، میخوام بهت بگم که تنها نیستی. پس اینجا بمون، چون قراره درباره همین چیزا حرف بزنیم. درباره فکر و خیال کردنای زیاد، تحمل کردنای نابجا و حرفایی که هیچ وقت به زبون نیاوردیم. و شاید گاهی لازم نباشه همیشه قوی باشی. گاهی فقط کافیه اجازه بدی یکی کنارت باشه، بدون اینکه احساس کنی باری روی دوشش گذاشتی. اینجا جاییه که تجربه‌های شما میتونه چراغ راه آدمای دیگه باشه. حضورتون دلگرمی و همراهیتون باعث افتخاره. قدمتون سر چشم.